یه دستگاه ایکس پرویه که اینو میخوایم ما بزنیم، ولی این که زدن برای ما آوردن که وای فایش رو درست کن. بلوتوثش روشن میشه ولی وای فایش اصلا روشن نمیشه. دلیلش هم خود سی پی یو هست، هیچ دلیل دیگه ای نداره. یه عده هستن که سی پی یو میزنن، اسمشون هم گذاشتن که ارزان میزنیم بیاریم واسه ما، منتها هر سی پی یو تکنیک خاص خودشو داره. یه نکته ریز کوچولی رو رعایت نکنی تو این گوشی ها یا دوربین میپره یا بلوتوث وای فای مموش خود میخوره و متاسفانه برای این دستگاه هم دیگه کاری نمیشه کرد مگر اینکه سی پی یو عوض بشه و سی پی یو هارد هم در این دستگاه ها باید با هم عوض بشه، چون سی پی یو صفر اینا خیلی گرونه و نمیشه براش کاری کرد. حالا این دستگاه که اینجاست برای ما آوردن مال اینه، خودمون میزنیمش و کاملا هم اوکی میشه.